هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. واقعا شاهنامه خوانی یکی از وسیله های مهمی برای مردم آریا تبار و مردم تاجیک است و از نسل به نسل از زبان به زبان آمدن شاهنامه و به وسیله که یک کتاب عظیم به مثل شاه اثری بیزوال حکیم طوسی است و امروز قدر کردن و گرامی داشتن شاهنامه از هر یک ملت تاجیک، از هر یک خاندان تاجیک آغاز می یابد. و همین وسیله است که امروز ما پیوسته از داستان‌های شاهنامه می‌دانیم. هنگامی که داستان سیاوش، اسفندیار و بیژن و منیژه را که میشنویم، حتما در اندیشه ما محض شاهنامه یا اینکه همان حکمت حکیم طوسی به میان می آید. بینندگان گرامی، با این مضمون برنامه نوبتی شاهنامه خوانی را تحت عنوان برنامه شاه اثر بیزوال تقدیم شما می داریم. و حالا باشد در آغاز برنامه نخست داستان می شنویم در قرائت مهیا آدینه‌یوا. آغاز داستان سیاوش. کنون ای سخنگوی بیدار مغز، یکی داستان بیارای نغز. سخن چون برابر شود با خیرت، روانی سراینده را میش برد. کسی را که اندیشه ناحق بود، بدان ناخوشی رای او حق بود. همه خویشتن را چلیپا کند، به پیش خردمند رسوا کند. تو را روشن آید همه خوی خویش، اگر داد باشد که ماند بجای. بیا رای زان پس بگیتی نمای. زی گفتار دهقان کنون داستان، بپیوندم از گفته باستان. کهن گشته این داستان ها زی من، همه نو شود بر سر انجمن. اگر زندگانی بود دیر یاز، بمانم بدین دیر خورم دراز. یکی میوه‌دار بماند زی من، که ماند همه بار او بر چمن. از این پس که بگذشت 58، بسر بر فراوان شگفتی گذشت. ببین تا چه کاری همان بدروی، سخن هر چه گویی همان بشنوی. درشتی ز کس نشنود نرم گوی، سخن تا توانی به آزرم گوی. به گفتار دهقان کنون بازگرد، ببین تا چه گوید سراینده مرد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. واقعا خرد است که به ما یک پیراهن از فهمیش و درک و از بالانشینی هدیه می سازد. و موضوع خرد در داستان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی مهمترین محکی را سازگار است و جای گرفته است. و ما طریق مطالعه یعنی همان داستان خرد و دانایی، شوق و سلیقه خویش را روانه می گردانیم به داستان‌های منبعده شاه اثر بیزوال که ما را از این هم زیادتر با تاریخ و فرهنگ و هویت و خودشناسی آگاه می سازد. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستان می شنویم در قرائت خواننده نوبتی امان عایشه بانو طلازاده. داستانی ضحاک. چون ضحاک بر تخت شد شهریار، با او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه با او گشت باز، برآمد به این روزگاری دراز. نهان گشت آینه فرازندگان، پراکنده شد نام دیوانگان. هنر خوار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکاری گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، سینه کی نبود سخن جز براز. دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوران لرزانی چو بید. که جمشید را هر دو خواهر بودند، سری بانوان چون افسر بودند. زی پوشیدریان یکی شهرنواز، دیگر ماهور به نام ارنواز. به ایوانی ضحاک برده اشان، به آن اژدها سپرده اشان. بپرورد از ری بدخویی، بیاموخت کرجی و جادویی. ندانستی جز به آموختن، جز از کشتن و غارتی سخن. چنان بود که دو مردی جوان، چه کهتر از تخمه پهلوان. خروشان که ببردی به ایوان شاه، همه ساخی درمانی شاه.
بکشتی و مغزش برون آختی، مر آن اژدها خروش ساختی. دو پاکیزه از کشور پادشاه، دو مرد گرمانی پارسا. یکی نامش ارمالک پاکدین، دیگر نامش کرمال پیشبین. چنان بود که بودن روز با هم، سخن رفته هر گونه از پیش و کم. زی بیدادگر شاه از لشکرش و از آن رسمهای بد اندرش. یکی گفت ما را به خالیگر و از آن پس یک چاره ساختند، زی هر گونه اندیشه انداختند. بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دستی نیکی بریم. واقعا تلاش و زحمت های حکیمی طوسی ابوالقاسم فردوسی برای ما آیندگان این هدیه ساختن آن همین شاهسری بیزوال با تمام جزئیاتش و فراهم آوردن شاهنامه کاری سهل و آسان نبود. و مس بینید که امروز شاهنامه داستانی است که بالای همه داستان ها با خنم راهبری می کند و در پیروی این چگونه که در برنامه های قبلی گفته گذاشتیم، داستان ها فاش شد، داستان ها نوشته شد و داستان شاهنامه همانی که موقع اولین را جایگزین است همان گونه ماند و با فاش کردن قهرمان هایش چه چهره زنان و چه چهره مردان و مثل تهمینه و رودابه و مثل رستم و سهراب و مثل بیژن و منیشه قهرمان های را برای خواننده‌اش هدیه ساخت تا که از آنها ما منوال اندیشه ها را برداشت کنیم و برای مطالعه آینده، برای دانش آینده، برای فعالیت من بعده‌مان همچون یک مواد مهم بهر خویش استفاده کنیم. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت خواننده نوبتیمان فرشته حاتم‌آوا. داستانی گفتار اندر آفرینش آفتاب. ز یاقوت سرخ از چرخی کبود، نه از باد و آب و نه از گرد و دود. به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهری دلفروز، که از او رفشانایی گرفته است روز. که هر بامداد چو زرین سپر، ز مشرق برآرد فروزنده زر. زمین پوشد از نور پیراهنا، شود تیره گیتی بد او رفشنا. چو از مشرق سر به خاور کشد، ز مشرق شبی تیره سر برکشد. نگیرد مر یکدیگر را گذر، نباشد از این یک رویش راستر. ایا آنکه تو آفتابی همه، چه بودت که بر من نتابی همه. اگر در مورد یک داستان شاهنامه مفصل تر بیان کنیم، واقعا داستان کاوه و ضحاک یکی از داستان‌های مهم شاهنامه به حساب می رود و حکیمی طوسی فردوسی ضحاک را همچون یک شخص ظالم فرزند ناخلف همون دور و زمان اعتراف کرد و بر مقابل او کاوه برآمد و با یاری مردم دست بالا شد، در رو برای ضحاک قهرمانی به دست آورد و برای مردم یک آزادی فراهم آورد تا که یک زندگی شایسته داشته باشند. به مانند این داستان ها هزارها داستان دیگر در شاهنامه نهان است تا که ما مطالعه کنیم و پیخست بریم از این قهرمانی هایی که واقعا بر ضد بدی ها نیکی ها می آیند، بر ضد همان تاریکی ها روشنی ها برای هر یکی ما هدیه می شود و این معنی هایی است که ما پس از همان مشکلی ها به پیشروی ها و خوبی ها دسترس می گردیم، واقعا بالاگزین می گردیم و ما از مطالعه و نزدیکی با کتاب و کتابخانه می توانیم از هر یک تاریکی ها فارغ شویم، بر روشنایی ها آییم. و بینندگان گرامی، اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت خواننده مان یاسمن سیف الله. داستان آغاز کتاب. به نام خداوندی جان و خیرت، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوندی نام و خداوندی جای، خداوندی روزیدیه و رهنمای. که از فکر و ضیا برتر است، فروزنده‌ای برشوده گهور است. و بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجاندو بیننده را. نیابد بد او نیز اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه.
سخن هر چیز این گهوران بگذرد، نیابد بد او را نیز جان و خیرت. سخن گر چیز این گهوران برگزیند همه، همین را گزیند که بیند همه. خیرت را و جان را همه سنجد او، در اندیشه سخته کی گنجد او. بدین آلتی رای و جان و روان، ستودن آفریننده را کی توان. به هستیش باید هستو شوی، ز گفتاری بیکار یک سو شوی. پرستنده باشی و جوینده را، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دلی پیر برنا بود. از این پرده برتر سخن را راه نیست، بدین اندیشه سخن را راه نیست. پهلوی اثری ماندگار بودن شاهنامه این است که محض در داستان‌های شاهنامه صرف کلمات آریایی با زبان تاجیکی ناب جا داده شده است و فردوسی پیوسته کوشش کرده است که محض پهلوهای زبانی مهمترین ارجگذاری شوند، یعنی که قاعده ها را رعایت نموده است و امروز روانی زبان ما را تکمیل می دهد همین داستان هایی که محض با زبان صرف آریایی، با زبان صرف نیاگان ما نوشته شده است و پیوسته مطالعه آن ما را همیشه هوشدار می سازد که در برابر خرد و دانایی اینچنین بیان اندیشه خویش را از این هم مکمل تر سازیم. بینندگان گرامی، داستان میشنویم در قرائت سمیه ملی مرادова. داستانی غرقه شدن پهلوانان در میان برف. سری مهتران زان سخن شد گران، بخفتند با درد کنداوران. چو از کوه خورشید سر برکشید، زی چشم میهان شاه شد ناپدید. بگشتند از آن جایگه شاهجوی، بر ریگ و بیابان نهادند روی. زی خسرو ندیدند جای نشان، زیرا بازگشتند چون بیهوشان. همه تنگ دل گشته و تافته، سپرده زمین شاه نایافته. خروشان بر آن چشم باز آمدند، پر از غم دل با گداز آمدند. همی داد شاه جهان را درود، بری آب هر کس که آمد فرود. فریبرز گفت آنچه خسرو بگفت، که با جان پاکش یلان باد جفت. یلان پیش او پاسخ آراستند، به گفتار او دل نپیراستند. زمین گرم و نرم از تو رفشان هوا، بر این ماندگی نیست رفتن روا. چو آسوده گردیم و چیزی خوریم، بخسبیم بر چشم پس بگذریم. بری چشم یک سر سطوح آمدن، به خسرو همی داستان ها زدن. که چونین شگفتی نبیند کسی، وگر در زمانه بماند بسی. چونین رفتاری شاه کی دیده ایم، ز گردن کشان نیز نشنیده ایم. پیوسته در برآمدها و پیام نوبتیشان پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان بیان داشتند که شاهنامه اثری است که محض برای همان ملت تاجیک روحی ملی و افتخار تاریخی بخشیده، برای بیداری خودشناسی ملی یک زمینه استوار را میگذارند. در واقع امروز که ما از تاریخ آگاه نیستیم، خودشناس نیستیم. پیوسته که همین کتاب‌های تاریخی را به مثل شاهنامه، به مثل کتاب علامه باباجان غفوروف تاجیکان مطالعه میکنیم، از تاریخ خویش برخوردار هستیم و در برابر تاریخ اینچنین از فرهنگ و از اصالت خویش از نزدیک آشنایی پیدا میکنیم و با امید مطالعه بینندگان گرامی بار دیگر به سمع شما میرسانم که در برابر طالب علم بودن، در برابر مکتب خوان بودن جوانان و نورسان ما اینچنین در برنامه‌های ذهنی و در برنامه‌های منطقی اشتراک کردن خوانندگان ما واقعا هم ارزنده است. اینچنین شما نیز میتوانید در برابر این خواننده ها در این کرسی ها نشسته شاهنامه خوانی کنید. با امید مطالعه پیوسته برنامه نوبتی را حسن انجام میبخشیم تا برنامه های دیگر شاد و مسرور باشید.